بسم الله الرحمن الرحیم. من امیررضا شمس هستم، متولد 30/10/1373، متولد تهران. یه تجربه ای رو میخواستم واسهتون بگم که روح از تنم جدا شد. شاید خیلیا باور نکنن و واسم مهم نیست باور بکنن باور نکنن، چون چیزی که من باید میدیدم و واسم اتفاق میافتاد افتاد و عین حقیقت رو دیدم. و تنها کاری که میتونم بکنم اینه که خیلیاتونو بهتون حالا یه گوشزدی بکنم، شاید برگشتید و به خیلیاتونم شاید باور نکنید حرفامو و واسم مهم نیستش، چون من حداقل این کاری که تونستم بکنم خودم رو تونستم اون وضعیت نجات بدم و واسه خودم میتونم یه زندگی درست تشکیل بدم. والا داشتم میرفتم، پنجشنبه شب بود. من از خودم اول یه مقدار واسهتون بگم، بعد حالا تجربه‌مو بهتون بگم. من یه آدمی بودم که شاید همه کاری تو زندگیم کرده باشم، همه کاری، یعنی فقط میتونم بگم خدا اول همه منو ببخشه و همه کاری کرده بودم. هر کار بدی که حالا گناه به گفته خیلیا حساب میشه. و اینکه یه آدمی بودم که از هیچ کس نمیترسیدم، حتی خداوند. یعنی واقعا تنها کسی که نمیترسیدم خدا بود، اینجوری میتونم بهتون بگم. و بعد از اون اتفاق واقعا اولین کسی که واقعا ازش میترسم و واقعا در نظر میگیرمش واقعا خداه. یعنی یه تجربه‌ای برا من شد که نجاتم داد، یعنی واقعا از اون سیاهی، اون تاریکی منو نجاتم داد. و بهتون میگم امیدوارم که به دردتون بخوره، امیدوارم که بالاخره یکی اون تکونه رو بخوره دیگه، چون من واقعا خودم ته همه اون داستانای بدی بودم که همه شماها بلدید و فکر میکنید و حالا جایز نیگفتنش، ولی خیلی از کارهای بد رو همیشه انجام میدادم. و اینکه داشتم میرفتم مهمونی، پنجشنبه بود، به سمت، حالا لوکیشنی که داشتم میرفتم طرف غرب تهران بود، خارج از تهران بود. داشتم میرفتم مهمونی، یه 10 دقیقه مونده بود برسم تو لوکیشن رو ویز. یهو حالم بد شد، پشت فرمون حالم بد شد. یه حس عجیب غریبی پیدا کردم. تو اتوبان بودم، اومدم بغل اتوبان وایسادم. بعد چند دقیقه احساس کردم که دستام از روی فرمون، انگار یکی دسته منو، جفت دستامو گرفت اینجوری اووردش روی هم. و من تا اینجا رو یادمه که دستام اومد روی هم و حالا شخصی که بغلم بود، بغلم نشسته بود، دست روی صورت، روی پیشونی، رو سر چسبیده به صندلی، رو به آسمون. و من رفتم و واقعا انگار روح از بدن من جدا شد. من شدم یک ذره، یک مولکول، چجوری بگم، هسته اتم. حالا من چون اون برای داستانی بیشتر زندگی کردم، الفاظ قشنگ و زیاد بلد نیستم به کار ببرم، بلد نیستم درست صحبت کنم، ولی عین تجربه‌مو بهتون میگم. موقعی که دستم به اون حالت شدش، من شدم یه ذره، شدم یه مولکول، شدم مثل هوا. و از نور ماه، انگار از نور ماه چراغ قوه رو انداخته بودن رو سقف ماشین من. من داشتم بالا، موقعی که اصلا من از نور ماه حالم بد شد، یعنی یه حالتی به هم دست داد، شدم ذره و از نور ماه منو کشیدن بردن بالا. یعنی روح منو از نور ماه، حالت یه تونل، یعنی احساس میکردم، میدیدم از توی یه دونه تونل منو بردن بالا. موقعی که منو بردن بالا یه جای نامعلومی بود، یه جایی بود که فکر خیلیا اصلا، درک خیلیا نمیرسه. یعنی من خودم هم اگه نمیدیدم شاید یکی بهم میگفت باورم نمیشد، ولی عین حقیقتیه که دارم بهتون میگم. منو بردم بالا. از اولین چیزی که بهم نشون دادن، اولا بعد اون دنیا مثل این دنیا نبودش. یعنی مثل ما نمیتونستی این تصویر رو ببینی، بعد این تصویر رو ببینی، بعد مثلا یه شکل عجیب غریبی بود. یعنی آگاهی خیلی بالا بود. چجوری بهتون بگم، تصویرها رو تو هم به من نشون میدادن. یعنی یه جوری بودش که صحنه اول رو میدیدم، از توی اون صحنه بعدی رو میدیدم، دوباره از توی اون صحنه بعدی رو میدیدم. اولین چیزی که من دیدم، یعنی به هم نشون دادن، یه کله گاوی بود که از تن جدا شده بود، حنایی رنگم بود. یعنی رنگش رنگ حنایی بود، یعنی نارنجی طور بود تقریبا.
بعد اون داستان من اصلا تعجب کرده و نمیدونستم کجا بردنم دیگه، فقط هی داشت شروع شد، یعنی داشتن به هم نشون میدادن از پشت اون یه چیز. حالا بهتون میگم، حالا شاید خیلی ها باور نکنن، واقعا من نه آدم سیاسی هم نه اصلا پیگیری میکنم، اصلا تو این داستان ها هم نیستم. واقعا عین حقیقت رو دارم بهتون میگم. از پشت اون به من بنیامین نتانیاهو رو نشون دادن. اول روکش انسانیشو، یعنی قیافه دنیویشو که من درک کنم این موجود تو دنیا بهش میگن نتانیاهو. از چش سمت چپ این اینجوری انگار صورت اینو برا من شکافتن، این روکش رو از تنش جدا کردن، از چش سمت چپش این روکش رو از تن این جدا کردن و من یه موجود شیطانی دیدم. یعنی یه چیزی که فهمیدم شیطانه، یعنی انقدر آگاهی اونجا بالا بود که نگاه میکردی میفهمیدی جن شیطانه، چون دیدم حالا جنان، حالا من بهش میرسم. یه موجودی بود که واقعا مثل تخم شیطانه، واقعا انگار پسر شیطانه، از بدذاتی و کثیفی انگار پسر شیطانه. و یه چیزی دستش بود مثل عصایه، مثل چوب دستی. از پشت اون ما حالت یه جایی بودیم که حالت انگار بالا بودیم. موقعی که من تصویر بعدی رو به هم نشون دادن انگار دوربین اومد رو به پایین، انگار من بالاتر داشتم اینو میدیدم. یعنی اون نتانیاهو تا اونجا تونسته بود بیاد بالا، اون شیطان. از پشت از بالا موقعی که به من ارتشی رو نشون دادن که همه گوش به فرمان اون شیطان بودن، که یه سری از اجنه بودن و یه سری از شیاطین با قیافه های کریه و یه چیزایی دستشون بود مثل نیزه و مثل پرچم، با حالت آرایش نظامی طور. یعنی چی؟ یعنی مثلا 10 تا جلو بودن، 50 تا پشت این 10 تا وایستاده بودن، دوباره چند متر بعد انگار 10 تا جلو بودن، 50 تا پشت اینا وایستاده بودن. اینطوری خیلی قدرتمند بودن، خیلی ترسناک بودن، یعنی قدرت دنیوی بسیار بالایی داشتن، یه جوری که واقعا رعب و وحشت انگیز بود. یعنی من وحشت کردم از اینکه اینا اینقدر زیادن و از اینکه اینا اینقدر قدرتمندن، واقعا ترسیده بودم. تو این گیروداد که بودم میگم اصلا یه بعد دیگه بود، مثل دنیا نبود. یعنی این زبون نمیچرخه که بهتون بگم چه شکلی بود، یعنی بعد چه شکلی بودش. من سرمو برگردوندم موقعی که اینا رو دیدم، خیلی زیاد و ترسناک بودن از بالا و حالت ناامید شده بودم از اینکه اینا نیروهای بعد چقدر قدرتمندن. سرمو برگردوندم همین توی آسمون بودم، یعنی دور و برم کلا سیاه بود، معلوم بود مثلا انگار تو عمق آسمونا بودم. سرمو برگردوندم، یه چیزی، یه نوری، یه نور خیلی کوچیک، یعنی انقدر دور بود مثل سر سوزن اول من دیدمش از دور. حالت یه دونه اس، قشنگ یادمه چجوری اومد، حالت یه دونه اس انگلیسی، ولی از نقطه یعنی درکم بر این بود که این خیلی راهش دور بود که اون شکلی طول کشید رسید به من. موقعی که رسید به من اون شخص داشت به هم نزدیک میشد، هی بیشتر داشتم میدیدمش. دیدم یه آقاییه که روی صندلی نشسته، مثل حالت منبر، چه شکلیه منبر مسجد ولی نه به اون بلندی. یه صندلی بود که یه دونه پله زیرش میخورد، یعنی یه منبر خیلی کوتاه بود اندازه صندلی. و یک شخص دیگه ای که با لباس تقریبا من حالت قهوه‌ای رو به سرخ میدیدمش، یعنی قهوه‌ای تقریبا یه چیزی بود که به رنگ بلوطی بود تقریبا. اونو داشتم میدیدم، صورت اونو ندیدم و اصلا نمیدونستم اون شخص کیه و شاید بهتون بگم اصلا واسه مهم نبود که کیه، چون من اصلا بهت اون حضرت شده بودم. یعنی اون شخصی که اومد اولین چیزی بود که من، تجربه بود که تو زندگیم دیدم. صورتش حالت نورانی بود، یه چیزایی، یه پرتوهایی از بغلق و دوروبر این صورت میزد بیرون از زیبایی و خوشگلی که اصلا ما تو دنیا لنگش رو ندیدیم. یعنی یه چیز واقعا غیر قابل باوری بود، یه چیز خوشگل، یه ستاره های انگار کوچولو به رنگ طلایی، اصلا یه چیز عجیب غریبی بود، مثل پرتوهای نور. انگار من همه اونا رو داشتم میدیدم، اون نورا انقدر مثل کریستال از صورت حضرت داشت پخش میشد. موقعی که اومدش یه لباس سفیدی تنش بود به رنگ شیری، حالت سفید کرم،
ولی بیشتر به سفیدی میزد. یه دونه شال دور کمرش بسته بودن، یعنی خودشون بسته بود به رنگ سبز تقریبا چجوری بهتون بگم، سبز نیرو انتظامی ولی یه ذره مثلا پررنگ‌تر، مثل کردا. یعنی شالی که بسته بود این شال کردا بود. یه دونه هم عمامه رو سرش بود که عمامه نبود، کلاه هم نبود، من اصلا نمیدونم چی بود. یعنی یه چیزی بود که ندیده بودم تا حالا سر کسی. مثلا مثل اون هندیا رو دیدید یه چیزی سیلکاشون میذارن، یه چی تو اون مایه ها بود بین عمامه و کلاه و اون چیزای هندیا. مثلا چیز خیلی خوشگله بود، اونم همرنگ همون بود. موقعی که اومد من یه لحظه شک کردم و اونجا اینجوری نبود که حرف بزنی مثلا بتونی ذهنتو چیکار کنی، ذهنتو نخونن، اصلا همچین چیزی نبود. شما فکر به هرچی میکردی انگار اونجا بیان میکردی، اصلا احتیاجی نبود حرف بزنی. و یه لحظه من شک کردم، گفتم یه انسان، حالا استغفرالله خدای ما رو ببخش، گفتم مثلا آقای امام زمان چجوری میخواد با اینا مقابله کنه؟ اینا که انقدر قدرتمندن، انقدر قویان. چون من اصلا قدرت های اینا رو انگار متوجه میشدم که چقدر نیروهای شر رو واقعا فتنه ذات بد میتونم بهتون بگم. یه لحظه من شک کردم، گفتم خدایا مثلا چجوری هست، چجوری میخواد با اونا مقابله کنه؟ به جوونیم قسم اصلا یه چیز غیر قابل. اگر من اینو نمیدیدم شاید فکر میکردم توهم زدم، شاید، ولی چون حقو دیدم واقعا. به جوونیم قسم دست خدا از توی آسمون توی یه دونه قاب شیشه ای طور انگار مثلا دست و قاب کرده. و مثلا دیدید تو موزه چجوریه؟ خدا شاهده دست خدا از آسمون اومد پایین تو دستای امام زمان. یعنی یه دونه دست اومد پایین، یه چیزی که به درک من دست بود. یعنی من نور و حالت ابر دیدم ولی درک کردم که این دسته. موقعی که داشت میومد پایین نزدیک حضرت شد، اون قاب جدا شد، دست اومد تو دست راست امام زمان و اونجا خودشو معرفی به من کرد. حالا من جملهشو یادم نمیاد، که یه جمله طولانی به هم گفت یادم نمیاد، خودشو معرفی کرد و اونجا من یقین پیدا کردم که آقا امام زمانه. یعنی دیگه یقین پیدا کردم و دست خدا تو دستاش بود و برگشت به من یه نگاهی کرد. من احساس کردم داره منو نگاه میکنه. برگشت منو نگاه کرد و با یه حالت لبخند، با اینکه صورتشو نمیدیدم ولی اون حسه رو میگرفتم، به من نگاه کرد و به من گفت دست خدا با منه، از چی میترسی، از چی نگرانی، دست خدا با منه. به جوونیم قسم. و اون دست من میتونم بهتون بگم زیباترین چیزی که تو عمرم، تو بیداری، تو خواب، نمیدونم تو چی بهتون بگم، یعنی زیباترین چیزی که تو عمرم دیده بودم بود. حق ترین چیزی بود که درک کردم بود. یعنی درست ترین ذاتی بود که تا حالا تو اصلا قابل درک واسه ما بود. اصلا یه چیز قدرت محض بود، واقعا قدرت محض بود. یعنی آقا شایان موقعی که اون دست اومد تو دستای امام زمان، اون نیروهای شر، اون نیروهای شیطانی که من دیدم که اونقدر قدرتمند بودن در مقابل اون دست و در تو دست که تو دست امام زمان بود، شدن مثل یه قطره تو اقیانوس. یعنی اصلا یه چیز عجیب غریبی شدن. یعنی شما شنیدی مثلا میگن تو دنیا آقا این انسان آدم قدرتمندیه؟ اصلا چرت و پرت آقا، اصلا واقعا چرت و پرت. یعنی ما هیچ کدوم قدرتمند نیستیم. چیزی که من دیدم یعنی اون قدرت خدا، اون عظمت خدا یه چیز غیر قابل باوری بود. اون حق، یعنی واقعا حق بود اون دست. من مثل اون هیچی تو عمرم ندیدم. یعنی درک، واقعا هیچی رو درک نکردم به درستی اون. و من اون لحظه یه سوال کردم از اون دست، شاید از امام زمان. یعنی چون میگم مثل ما نبود که صحبت بکنی. یه سوال کردم، گفتم آقا ما باید چیکار بکنیم؟ مثلا به اون دستی که با اون دست من صحبت کردم، گفتم مثلا ما چیکار باید بکنیم؟ با اون نور صحبت کردم. میدونید به من چی گفت؟ به من برگشت گفتش که من شماها رو بخشیدم، شماها رو بخشیدم
و کاری از دستم بر نمیاد. به اون این کاری از دستم بر نمیاد و به شخص خودم گفت کاری از دستم برات بر نمیاد، اگر اون وعده منو میخوای، چون میگم اونجا فکر کردنی بود، یعنی کافی بود شما منظور بیاد تو سرتون، احتیاجی به توضیح اضافه نبود، به حسن نیت جواب میدادن، اصل منظورت به خلوص منظورت جواب میدادن. گفتم خدایا مثلا ما چیکار کنیم ما رو ببخشید بیایم اون بهشت تو ببینیم؟ ماها بابا خیلی گناهکاریم، به خدا خیلی سیاهیم. یه نگاه به من که گفت من شماها رو بخشیدم، اگر اون وعده های منو میخوای برو رضایت از بنده هام بگیر، برو بنده هامو راضی کن، یعنی برو حلالیت بگیر. یعنی درکی که من ازش کردم این حرف بود. و من واقعا آقا شایان مردم رو واقعا اذیت کردم، پول مردم رو نخوردم تا حالا، اذیتشون کردم. حالا هر کی هر چی هر سبکی. یکی رو ببخشید، حالا یکی رو حالا مثلا زدم، یکی رو تهمت زدم، یه جا رفتم به شوخی و متلک یه چیزی گفتم، مثلا گفتم بذار یه کرپ به این بریزم، یه چیزی گفتم بسوزه، خدا شاهده، یعنی اصلا چیز عجیب غریب، آدم بدی بودم به منظور این حرفا. میگم که حالا الان ادامهش رو بهتون میگم و بعد کاری که یعنی کردم و واسهتون توضیح. من گفت کاری از دستم بر نمیاد، اگر اون وعده های منو میخوای برو رضایت بنده هامو بگیر، برو از بنده ها حلالیت بگیر. این کلامی بود که من ازشون شنیدم. و من یه اصلا این شکل عجیب غریبی شده رو کردم رو امام زمان، بهش گفتم که مثلا حضرت امام زمان شما موقع فرجت که موقع ظهورت که کی میخوای بیا اینایی که من دیدم و میخوای مثلا از بین ببری؟ چون همه چی از اونجا شروع شدی. اونم کی میخوای بیا اینا رو از بین ببری؟ آقا شایان انگار منو، آقا شایان یا آقا شایان منو انگار از همون لحظه یه دفعه منو کندن بردن و به هم لحظه ظهور رو نشون دادن. قبل از این که جواب سوال من تو بهم بدن اول به هم نشون داد. قبل از این که من تاریخ به هم بپرسم به حضرت جواب بده برد به هم نشون داد. و من دیدم یه سری اووردنم از بالا. اولا هیچ چیزی پنهون نیست، یعنی آدما فکر میکنن نمیبینتشون، اصلا اشتباه محض میکنن، چون چیزی که به من نشون دادن اینا رو از بالا اینجوری نگاه میکنن و اصلا نمیتونی فرار کنی، اصلا میبینن 24 انگار اینجوری دارن میبینن که تو داری چیکار میکنی. و من آدما رو اونجا شبیه قطره آب میدیدم، یعنی یک حالت قطره میدیدم، ولی اووردنم دورور مثلا محل زندگی خودم از بالا خونم رو میدیدم و درک خیلی بالا بود، آگاهی خیلی بالا بود، یعنی جای سوالی نبود که اینا چرا مثلا این شکلی هست، چرا دارن در میرن، همه چی رو بهت میفهمیدن. و من آدما رو دیدم از بالا که از گناه و علت گناهاشون هم میدونم چیه، یعنی علت گناه ها هم بهم نشون دادن که سر این به این علت اینا اینجوری سیاه شدن. و من گفتم ببین مثل قطره آب، یعنی آدمای صاف و صالح و مومن رو مثل قطره آب زلال میدیدن، ولی آدمای سیاه و آدمای کافر رو مثل قطره جوهر میدیدن از بالا. و من خونه ها رو دیدم و به این بعد اینکه به امیررضا برگشتم، چون الان تقریبا 2-3 هفته است من امکان نداره روزی چند بار به این موضوع فکر نکنم و یادم نیادش و حیف واسه خودم بازش نکنم ببینم چی بود چی نبود. ببین آقا شایان توی یه ساختمون 5 طبقه حداقل 5 تا واحد دیگه، 5 تا، حالا 4 نفر هم باشن 20 نفر آدم توی خونه زندگی میکنه. و من دیدم این سیاهی ها رو، این قطره های سیاه رو که مادر کافر بود، پدر کافر بود، خواهر و برادر کافر بودن، کفر میگفتن، خدا رو قبول نداشتن، خدا ترس نبودن، دروغ میگفتن، چشماشون به شدت هرز میچرخید، گوشاشون گناهکار بود. یعنی چی؟ یعنی اینا رو من دیدم علت سیاهیشون اینا بود. یعنی مثلا یه جوونی مثل خودم که سیاه بود، یکی از علتاش این بود موقعی که میره توی خیابون، چون من اینا رو خدا شاهده دیدم، اصلا یه چیز عجیب غریبی بود، موقعی که میره تو خیابون ناموس مردم نگاه میکنه، یه بار دوباره بعد بیگرده نگاش بونه، چشات گناهکار میشه. دوست من، عزیز من، برادر من، خواهر من،
به جوونیم قسم دیدم اینا رو، به جوونیم قسم اینا رو من دیدم. عالم گناهکار میشد و سبک شمردن گناه پیش خداوند گناه بسیار بزرگی بود. یعنی اصلا اینا ما رو سیاه کرده. ما واقعا آدمای مفازی بودیم، یعنی واقعا مفت گناه کردیم. 4 تا گناه درست حسابی نکردیم که حداقل آدم میگه آقا 4 تا گناه درست کردم، عشق کردم. رفتی خیابون الکی دیگ زدیم، رفتیم الکی پشت رفیقمون بد گفتیم. یعنی هم من هم شما، حتی اگر شما در مثلا من میام پشت یکی از دوستام جلوی شما حرف میزنم، شما هم مثلا هیچ دخالتی نمی‌کنی یا غیبتی نمی‌کنی، فقط گوش میدی و این گوش کردنه باعث میشه شما گناهکار میشی و من گناهکار میشم. این سبک شمردن گناه واقعا یه چیز خیلی بدی بود. اصلا سر همین سیاه شده بودن. به من لحظه ظهور امام زمان رو نشون دادن، موقعی که امام زمان اعلام موجودیت میکنه. آقا شایان من دیدم این آدم‌های سیاه، آدم‌های کافر که به امام زمان اعتقاد نداشتن، موقعی که امام زمان میادن دیدم چه دوری از ترس فرار میکنن. میگن وای اومد واقعی بود. فقط این رو من میتونم بگم، میگن وای اومد واقعی بود. و من دیدم اینا فرار میکردن، و میرفتن توی زمین. خب یعنی میرفتن انگار تو زیر زمین. حالا شما فکر کن اینا فرار میکردن، منبستان میرفتن تو پناهگاه اتمی، چون من از بالا نمیدونم پناهگاه اتمی یا زیر زمینه که من میدیدم اینا دارن یه سریاشون، اونم خیلیاشون نه، یه سریاشون فرار میکردن میرفتن توی زمین. بعد پیش خودشون میگفتن که ما زنده میمونیم. ولی اصلا اینجوری نبود. خدا شاهده اینایی که داشتن الوهاتش می‌زدن به اینا داشتن میخندیدن، میگفتن اینا رو نگاه کن، فکر میکنن خب نمیبینیمشون، رفتن اینجوری توی زمینی. ولی همشون از بالا داشتن میدیدن، همشون مثل بطره سیاه قشنگ اینجوری میدیدن چیکار میکنن. و بعد این داستان به من این چیز دیگه هم نشون داد. به من نشون دادن کسایی زنده میموندن. من شاید اینجوری بهتون بگم، حالا دقیق نمیگم یعنی نمیگم دقیق این اتفاق میفته، دقیق این اتفاق میفته، چیزایی که دیدم تجربه هست که به دست آوردم و بهتون میگم. و دیدم که مردم چطوری فرار میکردن و یه سری آدم زنده میموندن. 2 دسته آدم زنده میموندن موقعی که زمان ظهور میکرد. یک، من کسایی رو دیدم که رو به خدا رو به سجده بودن، یعنی داشتن نماز میخوندن و مومن بودن. اینا رو دیدم. شما اینجوری در نظر بگیر، مثال بالاخره بمب اتم که تخریبی داره دیگه، یه اثر تخریبی داره. مثلا توی شهر زدن کل شهر نابود میشه. من اینجوری رقم نشون دادن خونه بغلی خونه من بمب اتم میخوره، من مثال خودمون مثال نمیدم، یه آدم مومن توی ساختمون، اونی که یعنی اون چیزی که من دیدم در حال نماز و افرادی که توبه کرده بودن و میگفتن استغفر الله ربی و اتوب الیه، این 2 دسته افراد از اون عذاب الهی زنده میموندن. یعنی چی؟ یعنی بمب اتم میخورد خونه بغلی من تو این ساختمون 5 تا مومن بود زنده میموند، همه پودری شدن. و من اینو یعنی این جوابش تو این چند روزه به دست آوردم و فاضلمو چیدم. میگن موقعی که امام زمان اعلام موجودیت میکنه، چیزی که من دیدم امام زمان اعلام موجودیت کرده بود تو مکه، سیاها میگفتن وای اومد و فرار میکردن. و از چی فرار میکردن؟ از اون عذاب الهی فرار میکردن. و من یه سری چیزا چون من اصلا اطلاعات زیادی نداشتم، ولی داستان خیلی پیگیر شدم و اطلاعات جمع کردم و طبق چیزایی که خودم مثلا شنیدم و دیدم، حالا تو فضای مجازی، تو حالا هر چیز دیگه، تو اینترنت زدم، تو گوگل رو نمیدونم 4 نفر دیدم پرسیدم، موقعی که میگن سفیانی، موقعی که امام زمان ظهور میکنه سفیانی بیاد به سمت مکه حرکت میکنه و اون ماجرای عذاب الهی واسه لشکر سفیانی اتفاق میفته. و به نظر من ربطش به اون چیزی که من شدم همین. به نظر من عذاب الهی فقط مخصوص لشکر سفیانی نیست، چیزی که من دیدم
تمام سیاها باید بمیرن. یعنی حکومت نوجوان واقعا باید آدمای پاک فقط ازش بهره ببرن. یعنی اون آدمی که یه عمر مردم اذیت کرده به نظر من اصلا به اون نمیرسه. حالا اونم باز خدا بخشنده و مهربونه. من نظر شخصی خودم رو میگم به عنوان یه سیاه که در 12 روزی 15 روزه واقعا خدا درد شدم، واقعا نوازمون شروع کردم. واقعا موقعی که شبا بیکارم به جای اینکه برم توی اینستاگرام، حالا خیلی هم میگن بابا این تتو داره، من روی پام تتو داره، زان پام تتو داره، ساق پام تتو داره، دستم تتو داره، سر کلم جای چاقو داره. و منی که از اون تیپ بودم، یعنی شبا خونه یه رفیقا میبرون بر دنبال برنامه ها و خیلی چیزایی که الان جپلات به اسم عشق و حال و صفا میبیننش که واقعا پوچه. واقعا شبا حداقل یه ساعت، یعنی چون طولانی هم میخونم، یه ساعت خدا شده شبا نماز شب میخونم فقط برای که حق ببخشن. و این تایمی که مونده تا ظهور منزقون رو به من، چون اونجایی که من رو بردن اصلا زمان معنی نداشت و من موقع ظهور یه سری یارای امام زمان رو دیدم، ولی خیلی زیاد دیدم. یعنی شاید بهت بگم 20,000 نفر دیدم. در صورت اونا رو تقریبا میدیدم، صورت حضرت رو اصلا نمیدیدم، ولی صورت اونا با اینکه نورانی بود و مثل حضرت نور از صورتشون پخش میشد دیدمشون. حالا به زبون خودم میگم، حالا انشالله که مثلا چیز بدی نباشه، حالا کلمه خدا شاید یه سری آدم چبر دیدم، یعنی آدمای زوریار، آدمای موبل واقعا پشت امام زمان وایساده بودن اینجوری چقدر بخونه بود، مثلا سرشونه ها مونده و قدوی بلند با جذبه صورتاشون همه نورانی بود ولی جذبه دار بود، همشون جذبه دار بودن، رو به پشت امام زمان وایساده بودن اینجوری رو به قنوت داشتن دعا می‌کردن و اصلا یه چیز من میترسیدم ببینمشون. انقدر اینا صاف دیدن، انقدر مومن بودن، میگفتم منو نبینم بگن این اینجا چیکار میکنه، آدم کسی اینجا چیکار میکنه. من اینجوری میترسیدم که ببینمشون. و لحظه ظهور رو به من نشون دادن که این فاصله که مونده به یه پلک به هم زدن به همون نزدیکه. یعنی چون اونجا زمان معنی نداشت، موقعی که من دست امام زمان پرسیدم، اول به هم اینا رو بردن نشون دادن و به هم یه پلک به هم زدن. یعنی یه دونه اینجوری من دیدم. یعنی زمان اصلا مسخره ای بود. نایب امام زمان رو دیدم تو زمان این دنیا و بعد واقعی دلی دارم میگم، واقعی میگم، واسه مهم که شاید به مزاج خیلی خوش نیاد، ولی من چیزی که دیدم رو میگم بدون اینکه بترسم قضاوتم کنه. من دستای امام زمان رو تو دستای نایبش دیدم به طوری که یه دست امام زیر بود، دستای نایب به این شکل روی دست امام بود و دست امام زمان در آخر بود یه دست بود، یعنی بالا پایین دست امام زمان بود. من اینو دیدم و میگم باکی ندارم و از این به بعد واقعا خودم بهشون بسیار علاقه‌مند شدم با توجه به حرفایی که خیلی از آدمای ناآگاه میزنن که حالا خدا اون هم به راه هدایت کنه، انشالله نور الهی و نور آگاهی تو دلشون روشن بکنه که متوجه خیلی داستانا تا دیر نشده بشن. ببینید موقعی که امام زمان ظهور میکنه، چیزی که من دیدم انگار در پای توبه تا اون تایمی که عذاب الهی میخواد نازل بشه انگار بسته میشه، یعنی انگار دیگه نمیتونی توبه کنی. داداش من، خواهر من، خدا شاهدت، جدی دارم بهتون میگم، انگار دیگه نمیتونی. انگار اونایی میدونی چرا در میرفتن؟ اونا دوست داشتن توبه کنن و میگفتن وای اومد، ولی دیگه توبهشون قبول نمیشه. یعنی اونا دیگه اسمشون نوشته شده بود که تو اون عذاب الهی باید باشن و تا دیر نشده واقعا به نظرم توبه کنید. یعنی والا من تو دل خیلیا نیستم، شاید یه جا دل شکستی به خاطر اون برو توبه کن. نمیگم حتما گناههای سنگین داری برو توبه کن، شاید یه جا دل شکستی، شاید یه جا به یکی تو ذهن تهمت زدی، واقعا تو اونو برو خودت طلب بخشش کن، طلب توبه کن.
نماز بخون. همه چی مهمتر نماز بود. اونایی که نماز میخوندن واقعا مؤمن بودن، واقعا زنده میموندن. اونایی که توبه کرده بودن استغفرالله ربی و اتوب الیه میگفتن زنده میموندن. من موقعی که سوال پرسیدم دستای امام زمان میگم بدون هیچ ترسی و بدون هیچ قضاوتی، چون دیدم و عین کلامی که میگم عین حقیقت. من دستای امام زمان رو تو دست آیت الله خامنه‌ای دیدم و یه چیز عجیب غریبی بود. اصلا یه چیز عجیب غریبی بود. من جلوی آقای خامنه‌ای، حالا نمیدونم درست باشه گفتنش نباشه نمیدونم، من جلوی آقای خامنه‌ای 2 تا جن دیدم که یکیشون سمت راستش جلوش وایساده، یکیشون سمت چپش، که از مومگین واقعی بودن و بسیار قدای بلندی داشتن، جوری که من خودم به شخصه میترسیدم سرمو بیارم بار اینا بگیرم، اینقدر مومن بودن. واقعا یعنی حس مومن بودن اصلا از خودشون پخش می‌کردن، یعنی اصلا میفهمیدی اینا مومنن، جرئت نداشتی ببینیشون. و تاریخ ظهور رو به من گفت امام زمان. شاید خیلی‌ها باور نکنن ولی من میدونم، من اصلا اون دست اون کلام عین حقیقت بودم، میدونم واقعیه و تاریخ دقیق ندارم ولی حضرت به من گفت، یعنی چجوری مثال میزنم، گفت بین این سال و این سال 1 سال بینش فاصله داشت. دیگم دقیق نیست چون 1 سال فاصله داشت، مثلا بگم امسال نه 1 سال فاصله داشت و نیم داشت توش. گفت بین این سال و نیم تا مثلا این سال و نیم و بین اون 1 سال اختلاف داشت. و تاریخ ظهور رو به من گفت. فقط میتونم بهتون بگم ازتون خواهش میکنم خودتون رو درست کنید، توبه کنید. این توبه خیلی پیش خدا جایگاه خاله و توبتون رو نگه دارید. اگر میخواید که اون حکومت امام زمان رو ببینید، اگر میخواید با خدا رو بازی کنید، چون نگاه کنده داشتن هیچی مخفی نیست. ببین خدا یه چیزی میتونم بهتون بگم، یه تقلب برسونم. خداوند مثل چی بهتون ببینید انگار ما داریم انگار توی خود وجود خدا زندگی میکنیم. اینجوری بهتون بگم، یعنی اگر فکر کنی کاری میکنی نمیبینتت، نه، چون اصلا همه جا خدا هست. نمیدونم چجوری بهتون باید بگم، همه جا هست، اینجا هست، تو هوا هست، نفس میکشم حتی تو عمق وجود منم میره. در این حد بهتون بگم هیچ چیزی از چش خدا پنهون نمیمونه، حتی افکارتون. یعنی شما فکر نادرست داشته باشی میفهمید، شاید به مزاج خیلی خوش نیاد، میفهم. مثلا یه چیز عجیب غریبی بود، یعنی یه تجربه واسه من شد که من واقعا ترسیدم. و این ساله که مونده که بسیار 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 برادر من، خواهر من، بسیار کم مونده. اینو بهت قول میدم تو این دهه شما شاهد حکومت امام زمان بر کل جهان هستید. ولی به شرطی اینو میبینید که اول از خدا توبه کرده باشید، اول از همه توبه کرده باشید در راه خدا. دوم از این که نمازتون رو شروع کرده باشید. سوم از این که گناه رو سبک نشمرید. برادر من میری یکی رو تو خیابون میبینی یه حرفی رو میزنی، فکر نکن من کاری نکردم گناهکار نیستم. واقعا فکر نکن من مثلا این که چیزی نیم، من راضی اون راضی، خدا شاهد گناه بخواد نوشته میشه، اون ذاتت سیاه میشه، اون قطره که من نوالاییدم اون رو هی سیاه تر میکنی باید گناه هایی که انجام میدی.